به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شما درباره یکی از شرطهای قبول دعا یک موعظه و یک حکایه بیان کنم. و البته اگر در وقت گفتن این حکایت اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یکی از شرطهای قبول دعای بنده مؤمن در دل شب دعا نمودن است. هر شب وقتی که بندگان به خواب غفلت می روند، خدای تعالی به آسمان یکم که آسمان دنیا می گویند فرموده ندا می کند: ای بندگان، کدامی از شما خواب غفلت را ترک نموده در این ظلمات شب مرا یاد می کنید؟ از من چی حاجتی داشته باشید طلبید تا من حاجت شما را روا گردانم. اگر کسی از بندگان بیدار دل در این دل شب بیدار باشد، این هنگام یک مرتبه با اخلاص بگوید الله، خداوند در جواب 70 مرتبه لبیک گویان جواب دهد و هرچی درخواست بنده باشد روا گرداند. غم نخور عاشق که غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. گر نداری رست و پروایی مرا، شب بیا ای یار شب یارت منم. آوردن که بود پرستی قمار باز بود، او صنم نام بود را پرستش میکرد و دائما با قمار بازی مشغول بود. در وقتی بازی وقتی که نوبتی او می آمد برای برد قمار با اخلاص یا صنم گفتن نام بود را به زبان می آورد. چون عادت شب در دل شب باقی قمار بازی مشغول بود. وقتی که نوبت به او رسید با تمام هستیش با اخلاص اعتقاد یا صنم گفتنی شد. ناگاه به زبانش به جای کلمه یا صنم نام یا صمد آمده ماند که نام یک از نامهای مبارک صفات خداوند بوده، معنای ای خدای یگانه بی‌نیاز را افاده می کند. این هنگام که خداوند برای بندگانش درهای رحمتش را گشاده با نظر رحمت می نگریست، به این ندای بود پرست لبیک گویان جواب داد و فرشته را فرستاده گفت با سبب با اخلاص و اعتقاد نام مرا به زبان گرفتنش تمام گناه های 70 سالش را مغفرت نمودم. وقتی که بود پرست این سخنان را از فرشته می شنود، نزد بودش آمده می گوید ای بود، من مدتی 70 سال تو را پرستش نمودم، اما باری هم از تو ندایی را نشنیدم. اما آفریدگار حقیقی من اگرچه تمام عمرم را با مشرکی گذرانیده او را نپرستیده باشم، هم با برابر یک مرتبه نامش را به زبان راندنم لبیک گویم جواب گردانیده تمام گناه های ما را مغفرت نمود. بعد این حالت بت را شکسته مسلمان گردید. برادران و خواهران، در خاطر دارین که همه دعاهایی که بندگان با صدق و اخلاص به سوی خدای تعالی می کنند مستجاب خواهد شد، زیرا که او تعالی در کلام مجید خود فرموده است فاذکرونی اذکرکم، یعنی پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را. مفسرین در تفسیر این آیت کریمه گفتند یاد کنید مرا در نعمت و شادی ها تا یاد کنم شما را در سختی و بلا. یاد کنید مرا به یگانگی و ایمان تا یاد کنم شما را به جنت و رضوان. یاد کنید مرا به اخلاص تا یاد کنم شما را به خلاص. یاد کنید مرا به دلها تا یاد کنم شما را به آمرزش گناه ها. شاعر میگه یک دعای مادری من دارد از صدها خطر، بگذراند از میان صد بلای بی ضرر. یک دعای مادر صد گنج قارون قیمت است، یک دعای و طلسمی هست بر صدها ظفر. بله، دست دعای مادر، دست دعای پدر و مادر باذن الله مقبول گردیده برای فرزند فیض و برکات انشاءالله که میارد. برادران و خواهران اهل قدر، به حرمت خداوند، چنانه که در موعظه های گذشته گفته بودیم، همه وقت در نماز عبادت های خود در حق پدر و مادر دعا کرده و البته از پدر و مادر دعای خیر گیریم تا اینکه رضاگی خداوند را به دست بیاریم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه وقتی که 8 ساله بودند قرآن را در مدت 5 روز ختم نمودند و آمده خود را به آغوش مادر پرتافته گفتند مادر جان، من قرآن را در مدت 5 روز ختم کردم. مادر امام اعظم رحمت الله علیه این سخنان فرزندشان را شنیده ایشان را نوازش کنند گفتند ای نور چشم مادر، اگر پدر شما در وقتش یک لقمه سیب را
بی‌روزگی صاحب باغ نمی خوردند. شما قرآن را در مدت 5 روز نه بلکه در مدت 30 روز ختم می کردید. حالان که پدر امام اعظم رحمت الله علیه ثابت نام داشته، شخص نهایت خدا ترس و پرهیزگار بودند و از ترس نزد خداوند در روز محشر شرمنده نگردیدند، صاحب باغ را دریافت نموده از یک لقمه سیب گزیده شان رازگی طلبیده مدت چند سال به باغبان خدمت نمودند. این پرهیزگاری ایشان باغبان را در حیرت گذاشت و دخترش را به ثابت به ازدواج داد که از آنان حضرت امام اعظم رحمت الله علیه به دنیا آمدند. روزی خداوند بر موسی علیه السلام فرمود: مرا با زبانی بخوان که با آن گناه نکرده باشی. موسی علیه السلام گفتند: من گناهکارم و چنین زبان ندارم. خداوند فرمود: مرا با زبان دیگران بخوان. گفتند: چگونه؟ فرمود: به دیگران آنقدر مهربانی کن تا به تو دعای خیر بکنند. من دعای دیگران را در حق دیگران میپذیرم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. و اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه داده باشم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان بار دیگر معذرت میخواهم، زیرا ما همه یک بنده عاجز و ناتوانیم و البته در وقت این یا آن گفتار شاید که خطا کنیم. الهی الله تبارک و تعالی در این زندگی که میکنیم هر یک خطا و هر یک گناهی که میکنیم با رحمت و کرم خود مغفرت گردانیده، هر دعای خیری که میکنیم مقبول درگاهش بگرداند. و البته بار دیگر برای همه شمایان تشکر زیاد که در زیر هر یک نوار بنده دعای خیر در حق من و در حق پدر و مادر و اهل خانواده من میکنید. پروردگار هر دعا و خیری که نسبت ما میکنید الهی از اون زیاده را به خاندان شما نصیب روزی گرداند. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.